هلو من سوپروایزر. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این یه ولاگ کاملا با محتوای رقصیه، پس دعوت میکنم از همه دنسرهای حرفه‌ای، همه مربیای رقص، همه کسایی که رقص علاقه دارین این ولاگ رو حتما نگاه کنید. میخوایم در مورد لایت د وی صحبت کنیم و میخوام بهتون توضیح بدم که لایت د وی چیه. لایت د وی یکی از بزرگترین ایونت های رقص توی استرالیا هستش و در واقع یه ایونتیه که توش ورکشاپ داره، مسابقه داره، شوکیس داره که تیمای رقص پرفورمنس میکنن و کلا لایت د وی بیسش موزیکال تئاتر، یعنی سبکی که کار میشه توش سبکای مثلا کامرشال و اون سبکایی که حالا بیشتر برای ما ایرونیا آشنا هستش نیستش. سبکش موزیکال تئاتره، یه چیزی که خیلی توی استرالیا پرطرفداره. من خودم هیچ ایده‌ای راجبش نداشتم، الان اومدم توی کالج دارم موزیکال تئاتر رو کار میکنم. یه اجرای بزرگ داشته باشیم توی مراسم لایت د وی و این اجرای موزیکال تئاتر، یعنی ما داریم میرقصیم، میخونیم و تئاتر اجرا میکنیم. موزیکال تئاتر این شکلی نیست که فقط رقص باشه بچه‌ها، توش کاملا پرفورمینگ آرت، یعنی کاملا توش سینگینگ داره، اکتینگ داره، دنسینگ هم داره. این موزیکال تئاتر رو آخر این هفته ما اجرا داریم. الان اول هفته است و تمریناتش دیگه تموم شده، فقط رو تمیزکاریاش و اینا دارن کار میکنن. ولی خب من از الان ولاگو شروع کردم که ریز ریز هر جا که مثلا وقت میکنم و میتونم این دوربین رو در بیارم، چون تو کالج هر جایی نمیشه مثلا هر جایی که میتونم این دوربین رو بردارم یه اطلاعاتی بدم بهتون که با لایت د وی بیشتر آشنا شین، این کار بکنم. مثلا امروز به خاطر اینکه ما تمرینامون خیلی سنگین بوده، کلاسای ما دیرتر شروع میشه، به ما یه 2 ساعتی اول صبح استراحت دادن. مثلا همیشه کلاسامون از 8 صبح شروع میشه، الان امروز از 9:45 شروع میشه. یه کلاس بهمون تخفیف دادن که یکم استراحت. این ولاگ رو دنبال کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و میبینمتون. این هم یه قسمت از تمرینات سر کلاس ما واسه اجرای بزرگ موزیکال تئاتر لایت د وی. Gullfest hela dagen, lite mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen. Stort och stort, det har vi alltid gjort, så det är gullfest hela dagen. هلو خوشگلا، خوش اومدیم به روز دوم از این ولاگ چند روزه‌ای که من دارم درست میکنم از پرفورمنس لایت د وی. میخواستم فضای بیرونی دانشکده رو بهتون نشون بدم. ببین این کالج ماست که نوشته ویلیج نیشن پرفورمینگ آرت. این طبقه بالا کلاس ها برگزار میشه. اینم کافه چسبیده به کالجه که همیشه تایم نهار میریم از اینجا غذا میگیریم یا کافی میگیریم، که من معمولا غذا نمیخورم، کافی میخورم بین کلاسام چون خوابم میگیره شدیدن. میرم خونه غذا میخورم دیگه. اینم گفتم بهتون نشون بدم این وسط. برم الانم کافیمو بگیرم که کلاسم یه ساعت دیگه اینا شروع میشه. که قراره کارگردان بیاد، کارگردان لایت د وی، و اجرای آخر ما رو به صورت تمیز شدهش رو ببینه. من کفشم پامو زده و به شدت زده این موضوع استرسم، چون نمیتونم کفشم پام کنم و صورتم جوش زده از استرس زیاد. خیلی الان تحت فشارم به خاطر اینکه من جلو کارگردان باید حتما بتونم کفشم بپوشم، ولی کفشم پامو زده و الان دارم میرم پنبه بگیرم که بذارم پشت کفشم که بتونم کفشم رو بپوشم. واقعا بدترین موقعیت بود واسه اینکه چیز بشه، مثلا کفشم پامو بزنه. خیلی مسخره بود. دقیقا آقا باید سر مهمترین اجرای من
خیلی واقعا موقعیت مسخره‌ایه. دیروز که گردنم هم داشت میگرفت، فیزیوتراپیش کردم تو خونه، اون اوکی شد، ولی یه جوری پشت پامو کفشم داده که پوستش کنده شده قلفتی. ولی اگه تمام کفشم پر خون بشه من باید اجرا کنم، باید جلوی کامرون کفشمو پام کنم. لباس آمارشم هم برداشتم انداختم تو کیفم که برم اونجا توی کالج سوارش کنم، چون سریع رو افتادم که برم پنبه بگیرم ببینم چی میشه. خیلی نگرانم الان. این کفشه رو پوشیدم که به پام استراحت بدم که زودتر خوب بشه. خیلی ترسیدم. آرایشم رو انجام دادم دیگه، آمادم واسه کلاس اول. کلاسی که امروز برای ما گذاشتن، امروز ما فقط قرار رو پرفورمنس کار کنیم، ولی ساعت اول برامون یک جلسه 1.5 ساعت کور گذاشتن، چون کور قوی واسه دنسر خیلی مهمه و لایت دوی اینجوریه که 3 روز ورکشاپ صبح تا شبه و بعد آخر اون اجرا قرار انجام بشه. واسه همین بچه ها احتیاج دارن به اینکه یه کار متفاوت کنن و امروز قرار روی کورس 3 ساعت کار کنن. نهایت سعیمو میکنم که امروز کمی ویدیو بگیرم از کالج و کارهایی که میکنیم و اینا، ولی واقعا روز حساسیه و نمیدونم که میتونم یا نه. سعیمو میکنم. جوش چی میگه؟ استرس دارم. نهایت تلاشم واسه که بتونم کفشمو بپوشم. این ساعت کاستومینگه، یعنی الان کارگردان کار میاد، لباسامون رو طعنه کنیم، به ترتیب قد وای میستیم که ببینیم کاستوممون مناسبه یا نه، اگه قرار چیزی عوض شه. خلاص الان قرار لباس ها رو بپوشیم. خب اینم سریع بهتون نشون بدم برم سر کلاس. ببینین کاستوم رومه، قرار لباسامون رو، یعنی اینجا همه لباس اجرا هست که قرار بپوشیم. این لاینیه که ما باید برای این اجرا بپوشیم و من لباسی که برام انتخاب شده این مشکی است. خدا رو شکر از این عجق و جقا برام انتخاب نکردن، چون اصلا دوست ندارم اونا رو. آناستازیا هم که اسیستنت سوپروایزر بوده از این شکلات ها گرفته که بچه ها قبل از لایت دوی قندشون نیفته اینقدر استرس دارن. کاستوماشون هم که همه شکلات پخش کردن، همه حمله کردن تو تموم شد. Turkish, anyone? Oh, good. Turkish? Dream, I go with picnic. this one. There's Lauren in the bottom there. 5 دقیقه دیگه کامرون کارگردان لایت دوی، کسی که کلا این روتین رو به ما یاد داده و بالا سرمونه که ما این روتین رو یاد گرفتیم که ببریم روی استیج، داره میاد و قراره که ما براش اجرا کنیم و 3 ساعت باش تمرین داشته باشیم. منم که پام این شکلیه ولی الان با یه عالمه پنبه و چسب پوشوندمش و میخوام بپوشم. اگه تونستم از تمرین اینجا براتون چیز میذارم، یعنی ویدیو میگیرم میذارم تو ولاگ. خب همونجور که فکرشو میکردم نمیشد که من فیلم بگیرم، ولی خب برایدن فیلم گرفت از تمرین اجرامون، اونو میذارم توی ولاگ که ببینین
آخرین تمرینی که انجام دادیم و بچه‌ها ساعت 2 تعطیلمون کردن. ما همیشه 4:15 تعطیل میشیم چون خیلی خوب اجرا کردیم. منم کفشمو پوشیدم و با اون پنبه ها اوکی شد، قشنگ رقصیدم. اتفاقا بهم هم گفت اکت صورتت هم خوبه، گفت نگرش دار. براشون خیلی اکت صورت مهمه، مخصوصا تو موزیکال تئاتر که خیلی مهمه که نقش بازی کنی. و الان داره بارون میاد، من دارم خیس میشم ولی باید خودم پیاده برم خونه چون زود تعطیلمون کردن و به بهرنگ دیگه نمیرسم. یعنی الان دارم میرم خونه، برم واسه اجرا موژه بگیرم با رژ قرمز چون استایلش گتسبیه و باید هم موژه حتما بذاریم هم رژ قرمز داشته باشیم. برم این دوتا رو بگیرم و برم خونه یه گلگاو زبون بخورم. امروز به خیر گذشت بچه‌ها، خدا رو شکر. بزنیم چی نزنیم. خیلی جوکر بود. خیلی خندیدیم. خیلی لطفاً. آره خب کجا دارم عوض میکنم دم خونه کم من یه سوال پیدا اوه یه چیزایی دیدیم اکسپلور میترا. ببین ایزد ایرانی که هرگز فراموش نشه. ببین میگم یه چیزایی توی یوتیوب هم نگاه کردی که اکسپلور یوتیوب هم عوض شده رفته رو سلیقه تو. آره دیگه مثلا تو چیزایی که میزنی نگاه میکنی کم کم ساجستشناش تغییر میکنه. مثل اینستاگرام پس. Yes. Of course it. Yes, of course it. Yes, of course it. فقط موهای من بد نیست، موهای زنم بهتره. من چه ادبی آزاد خیلی دوستش دارم. من خیلی دوستش دارم، واقعا هم تحلیلاش همه درست. من اصلا تحلیلم به چی را بالا چون همیشه برنامه نمیشم. امروز هم سورپرایز کردم از زود اومدم. بیشتر فردا سورپرایز میشه. اگه فردا برشیم من وقتی بریم. آره تازه اگه بارون نبود امروز میگفتم بیایی که بازارچرخ بریم. ولی بچه‌ها برای خودم یه دونه کیک پروتئینی درست کردم، حاوی 4 عدد سفیده تخم مرغ، یه قاشق چای خوری کری بادام زمینی، پشن فروت و جو پره. این دیوانه رو ماگه رو میشه گذاشت تو فر، گذاشتمش تو فر و این جذاب رو به من داد. برم خوراکی پروتئینی رو بخورم. خوشی داری؟ باز دوربین رو دید اخم کرد. یواشکی ازش میگیرم چون چیز میشه uncomfortable میشه به قول معروف دوربین رو میبینه. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to
Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make $1. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broke. کم کم باید بلند شم، آماده شم، آرایش کنم و برم بیرون یه سری خرید انجام بدم و بریم لوکیشن لایت دوی که لوکیشنش خیلی از خونه دوره. 2 ساعت از خونه فاصله داره. خب این کریان من پر از وسیله های اجرا، وسیله های مربوط به لایت دوی. اینم خودم آرایش کرده آماده و داریم گرا میافتیم. مامانم هم داره با هم میاد. دارم میرم سمت لایت دوی لوکیشنش که یه سالن تئاتر بزرگ سمت غرب سیدنیه. من شرقم. آره من الان از شرق دارم میرم غرب. واسه همون یه دقیقه ساکت چون من حرف بزنم. واسه همون خیلی من مسیرم طولانیه. از شرق دارم میرم غرب. بعد سیدنی هم خیلی بزرگه و من 2 ساعت باید تو ترین باشم. این وسط فقط خواستم بگم خیلی سپاسگزارم از فرصتی که زندگی به من داد واسه رقصیدن. رقص خیلی چیز ارزشمندیه، خیلی قابل احترامه برام. زندگی رو به من واقعا برگردوند و چیزیه که یه جورایی پتانسیلی که من دارم و تو زندگی به من نشون میده. پتانسیل واقعیمو توی زندگی با رقص میتونم نشون بدم. با هیچ چیز دیگه ای نمیتونستم به اندازه رقص واقعا نشون بدم که زندگی رو دوست دارم، انگیزه بگیرم تو زندگیم و دلم بخواد که زندگی کنم. فقط رقصی که باعث شد که من واقعا دلم بخواد زندگی کنم و انگیزه داشته باشم تو زندگیم. آره چیز بزرگیه واسم رقص و اینکه بتونم توی استرالیا توی یه تیم به این قدری پرفورمنس داشته باشم کنارشون، باز یه چیزیه که واسش سپاسگزارم و دوست دارم اینجا توی این ویدیو بگم که قدردانم، همیشه خدا رو شکر میکنم و دوست داشتم اینو تو ولاگم هم بگم. یعنی دوست ندارم که اینجور چیزا رو فقط خودم ژورنال کنم بنویسم، چون وقتی من اینو میگم تو ولاگم شاید روی یکی این سپاسگزاری تاثیر بذاره و توی زندگیش این کار رو از این بعد انجام بده. واقعا هر چیز کوچیک و بزرگی که دارین تو زندگیتون قدردان باشین. قدردان بودن و سپاسگزار بودن خیلی چیزای بیشتری تو زندگیتون میاره. حالا من اصلا از این مدلای نصیحت کن نیستم تو ولاگام، ولی واقعا این واقعیه، یعنی واقعا تجربه‌مه. هر چیز کوچیکی رو عاشقش باشین، قشنگ بگین وای خدایا مرسی که اینو دارم و تاثیر خفنی داره. هی چیزای بیشتری به دست میارین و اینکه ژورنال کنین دیگه. یه چیز خیلی مهمی که من یاد گرفتم، الان من 30 سالمه اینو یاد گرفتم. اگه تو 20 سالته داری این ولاگو میبینی خیلی خوبه که تو 20 سالگی اینو باور کنی و اینو بپذیری. از من 10 سال میفتی جلوتر. هر چیزی که فکر نمی‌کنی اتفاق میفته، هر چیزی که فکرش هم نمی‌کنی که اتفاق میفته، باور کن که همون اتفاق میفته اگه تو واقعا دوستش داشته باشی. به نظرم آدم‌ها یه چیزی رو وقتی قلباً بخوان براشون اتفاق میفته، حتی اگه خیلی ناممکن به نظر بیاد، یعنی حتی خجالت بکشی به بقیه بگی انقدر به نظرت غیر ممکن باشه، ولی همون اتفاق میفته تو زندگیت. با یه سری تکنیک‌های خاص مثبت بودن تو زندگی.
این چیزه رو الان گرفتم، برقرار رولوشن رو الان گرفتم. به نظرم برقش خوبه. بریم گیر نشه. بریم لباس عوض کنیم و بعد بریم چون برای اجرای ناسیم. ساعت چند؟ الان 5:30. نه کی شروع میشه؟ ساعت 7 باید اونجا باشیم. برایده گفت ساعت 7 بیاین که میرین تو رختکن تا 7:30 لباساتون رو عوض کنید. 7:30 تا 9 تکه. همون تمرین فنیمون که مثلا تمرین میکنیم که چه شکلی باید رو استیج باشیم که استیج دستمون بیاد اینا. تا 9 هم گفت تمامی 9 میفرستمتون خونه. اوکی. تا اون بیرون بشین تا بعد من بیام برگردیم خونه. ولی کلا امشب خیلی دیر میرسیم. 12. قسمتش اینجا رو میبینی، از اینجا رد شیم که بتونیم وارد انگلیستان بشیم. استیج دور اینجاست، از استیج دور باید بریم تو. درست؟ خب بچه ما الان وارد اون قسمت ورودی ورکشاپ شدیم و من منتظر بچه های تیمم که بیان و ما درسینگ روممون رو تشخیص بدیم که کجاست که بریم جای. یه چیزی که الان هست اینه که اینجا خیلی بزرگه و 12 تا درسینگ روم داره. هر تیمی هم توی درسینگ روم مخصوص خودش باید با تیمش بره که کاستانش رو بپوشه و بره سر اجرای تکش. همه امشب اجرای تک دارن و اجراهای اصلی دو روز دیگه نه، پس فردا شنبه است، پس فردا یک شنبه اجرای اصلیه. بچه‌ها که از صبح سر کلاس‌های ورکشاپ بودن ولی من روز اول ورکشاپ نرفتم چون خیلی خسته می‌شدم. فردا باید برم، پس فردا که اجرای اصلیه. و اینکه همین منتظرم بچه‌های ویلج نیشن بیان که من ببینم کدوم درسینگ روم باید برم لباسمو عوض کنم. بقیه بچه‌های تیم هم که الان کم اینجا جمع میشن. وقتی میام این جاها هم اصلا فضای اون استیج تورش و اون فضای جو رقابتی که دنسر رو با هم که دارن همشون منو خیلی میگیره. یعنی مثل سگ استرسی میشم این جاها که میام. بچه های برنج استریت هم اومدن اینجا. I've been here since because I was in workshop and my hair took an hour to it and I'm like they're doing wave runs as class, so I was like, now ساعت 7 منتظریم که برایدن بیاد و بهمون بگه که ما چیکار کنیم. ولی کاری که باید حتما انجام بدیم اینه که کاستوممون رو باید بپوشیم و با کاستوم باید بریم روی استیج اجرا کنیم. تیم ویلیج نیشن 2 تا اجرا داره، یکی بچه‌های کالجن، یکی بچه‌های فول تایمن، سینیورن، بزرگسالا. یعنی ما اول بچه‌های کالج میرن که کوچیک‌ترن از ما، بعدش ما میریم اجرا می‌کنیم. دیگه تا دو مدت اینجاییم. راضی بودم همه، منم انجام دادم کارمو درست، خوشحالم. دیگه فردا کامل ما فول استراحتی که پس فردا با انرژی بیایم برای اجرای اصلی.
خدا رو شکر جاهامون هم عوض نکرد که بازی گیج بشیم، چون بعضی اوقات تو اجرای فنی جا رو عوض میکنن خیلی دارن، ولی امشب همش اوکی بود. و اینکه بریم بخوابیم، فردا میخوام بریم کل عشق و حال کنیم. فردا هم میذارم تو بلاگ. بیایم وایسیم واسه خانواده‌هامون تیکت گرفتیم که بیان ببیننمون، جلوی دیوار لایت وی وایسیم عکس بگیریم و این داستانا. یه دونه کیف از نایکی گرفتم. این ستارم از خود واقعا خوشگله، من عاشق اینم بچه‌ها. دارم میمیرم از ذوق که اینا رو بپوشم. ببین چقدر نازه. خب سلام بچه‌ها، الان آماده شدیم داریم میریم برای اجرا. ویدیوهایی که توی امروز روز آخر این ولاگ که روز اجرای اصلی میبینید خواهید دید ویدیوهای خیلی کمیه، چون راستش رو بخوام بهتون بگم خیلی امروز ترسیدم، یعنی اومدم بگم دراز بکشم نتونستم، خیلی استرس داشتم چون واقعا استیجش استیج مهمیه، استیج لایت وی. همه خفنای رقص استرالیا اونجا هستن، همه استادای خفن، کورگرافرها، اینستراکتورهای خفن، یعنی پشمام ریخته. واسه همین آره ویدیوهایی که امروز میبینیم ویدیوهای کمیه، فکر کنم در همین حده و بعدش هم که دیگه حالا هرچی ویدیو اونجا بگیریم. قبلش امروز و دیروز نتونستم دیگه ویدیو بگیرم، رفته بودم تو فاز استرس حسابی، ولی خب الان دیگه آماده شدم، آرایشمو کردم، موهامم دان. اینم که همون ستی که گرفتم بچه ها، بهتون گفتم خیلی دوستش دارم، خیلی خیلی دوستش دارم، ازش راضیم. به نظرم مناسب ترین چیزی بود که میتونستم انتخاب کنم واسه امشب. این کیف نایکرم که خیلی دوستش دارم. وای خدایا این خیلی خوشگله. مثلا کلا چیز دیگه موزیکال تئاتر که کامل گتسبی، اصلا ربطی به این لباسا نداره. من واقعا سبک این اجرایی که دارم انجام میدم و دوست ندارم، فقط به خاطر اینکه خیلی از نظر اعتبارش خوبه و سیویم خفن میشه رو از اون نظر دوست دارم که دارم میرم روی این اجرا. وگرنه واقعا موزیکال تئاتر نه کار کردم تا حالا نه سبکمه، ولی دیگه اومدم یه قاره دیگه باید با ترندا اینا پیش برم، کارش نمیشه کرد. پشت موام خوبه؟ یس. خیلی خوب شدیم. جلو موام خیلی ویکتوریایی نشده؟ ویکتوریایی؟ نه یعنی قدیمی منظورته؟ نه خوب شده. خوبه؟ آره بهت میاد. شبیه خودشونی. Down the streets, feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie. دیگه الان بچه‌ها موقع شروع برنامه شده و همه انگار آدینس اومدن تو صفن که برنامه تا چند لحظه دیگه شروع بشه. منم یه دونه پرفورمنس پس گرفتم واسه بهرنگ که اونم بتونه اجرا ببینه، چون تا الان فقط مامانم بلیت داشت، بلیت کم اومده بود، ولی برایدن یه دونه بلیت جور کرد که من بدم بهرنگم بتونه بیاد اجرا رو ببینه. پشمام انقدر استرس دارم که نگو. برم یکم اجراها رو ببینم چون اجرای من خیلی دیرتر شروع میشه. Feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Just down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment, in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In the soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash, my wings and fly.
Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea, I find my inspiration, where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story in the sand. ببین اومدم تو درسینگ روم و دیدم که این کتابه رو برامون گذاشتن که هر کسی که پرفورمنس میده اینو و یه دونه از اینا داره میتونه برداره. اینا خفن ترین اینستراکتورهای استرالیان، کسایی که دیگه انگار خفنای صنعت رقص اینجان و لایت دوی در واقع برگزار کننده لایت دوی. بعد این خوندن خیلی باحاله، خیلی به درد من میخوره چون من چیزی از صنعت رقص اینا زیاد نمیدونم و این خیلی به دردم میخوره. باید ریز به ریز بشنم همه‌ش رو بخونم. بعد تمام مربیامونم که توی کالج بهمون درس میدن عکساشون اینجا هست. مثلا صاحب کالج خودمونم که اسمش جکیه عکسش اینجا هست و کامل مثلا رزومه زندگیش. این مثلا یکی از مربیامونه که کامرشال بهمون درس میده. خیلی از مربیام. این مثلا مربی جزمونه، این مثلا خیلی خفنه، خیلی جز خفن ترین کوریوگرافر و پرفورمرهای کل استرالیا که مربی جز ما هم هست. اینا رو باید بشینم قشنگ بخونم، یکم با اینا آشناشم چون واقعا باشون آشنایت ندارم و گیج میزنم گاهی بین کلاسا. باید بشینم قشنگ بخونم چون تا الان خب من کمپایی که شرکت میکردم وقتی ایران بودم همش اینستراکتورهای امریکایی میومدن دیگه. بعد الان باید بشینم با اینا کلی آشناشم. یه خفنه. I'm last day. Yes, you are in my vlog. My Village Nation team. My dance fam is here. Hey Nick. Hey darling. You are in my vlog. By the way, ready. We're gonna kill it. Yeah. خب بچه اینم اجرای ماست که حدوداً 3-4 دقیقه ازش رو میذارم دیگه، بقیه‌شو نمیذارم چون که موزیکشو باید قطع کنم چون کپی رایت میخوره و نمیخوام کامل بذارمش که کسل کننده بشه تو ولاگ. ولی میخواستم بهتون فقط نشون بدم که موزیکال تئاتر چه شکلیه و اجرای ما موزیکال تئاتر بود و به این صورتی بود که دارین میبینین که توش اکتینگ داشت، سینگینگ داشت، دنسینگ هم که داشت. منم امیدوارم که بتونین پیدام کنین، ولی هممون لباس گتسبی پوشیدیم، خیلی ریزه شبیه هم شدیم. تازه من صندلی که برای مامانم گرفتم جای خیلی بدی هم نبود، یعنی اون دورم نیست ولی استیج خیلی خیلی بزرگ بود. اصلا کلا هر چقدرم که نزدیک هم میگرفتی بازم دنسرها کوچولو دیده میشن. اینم از این قسمت هم براتون گذاشتم. موزیکش هم که به خاطر کپی رایت مجبورم حذف کنم. اگه تو الان لایک نکردین لطفا لایک کنین، سابسکرایب کنین و این ولاگو با همه دوستای دنسرتون شیر کنین چون قطعا دوست دارن بدونن و ببینن. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea, I find my inspiration, where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story. In this endless summer where worries turn to glory.
حرف بزنم الان. انقدر خوب بود، انقدر حسش خوب بود. به شدت قبل از که برم رو استیج استرس داشتم، مخصوصا وقتی اجرای قبل رو دیدم که خیلی لول شو بالا بود. به شدت استرس گرفتم اجرای قبل رو که دیدم، ولی دیگه همجوری رفتم رو استیج. بعد باحال بود، رفتم رو استیج یهو تموم شد استرسم. بعد الانم اینقدر خستم که حتی نمیتونم راه برم و فوق العاده گشنمم. فقط می‌خواستم بگم که بچه‌ها این ولاگ تموم شد و ازتون خداحافظی کنم. لطفاً اینو لایک کنین، این ولاگ رو لایک کنین. دیگه لکنت گرفتم. مامانم رو بر موردش کامنت بذارین و دوستتون دارم. تا ولاگ بعدی خداحافظ. I love you. I love you. خداحافظ برم. خداحافظ.